تماس با ایران می تواند راحت، سریع، بدون قطعی و با کیفیت عالی باشد. تماس با ایران می تواند کم هزینه و مطمئن باشد. تماس با ایران می تواند با سرویس پینلس کسپیان ویب باشد. کافی است تلفن منزل خود را از کسپیان ویب بخواهید و با نرخ باور نکردنی $12.50 در ماه و بدون هزینه دیگر هم پسنداز کنید و هم از امکانات نشانگر تلفن، پیامگیر و غیره برخوردار شوید. راستی اگر می‌خواهید در کنار اقوام خود بودن را حس کنید، با اختصاص یک شماره 8 رقمی تهران به صورت نامحدود و بدون هیچ هزینه اضافه با بستگان صحبت کنید. caspianwave.com چکو بکشین دیگه. نکش حشمت جون نکش. اگه تیم این دفعه برد به خاطر آنالیز درست شایسته است، نه جادو جنبلای این بابا. البته مربیگری منم بی تاثیر نبوده. دربندی جان بالاخره باید یه قدمی ورداریم دیگه. هر چی قدم برداشتیم به بنبست خورد. من دیگه دارم گیج و گوج و قات و قوت و میدونی چی حشمت جون؟ هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. من تو این قضیه نمیخوام باشم. چه خبره حشمت جون؟ من سر گردن است. ببر بده بهش. بیا که کف دسته میدونی؟ خب برای پیروزی تو بازی بعد حشمت خان به 2 چیز احتیاج داریم. برای پیروزی بازی بعد به 2 چیزه. چی؟ اول جوراب عرق کرده دروازه‌بان تیم مقابل، دوم چند قطره خون از اون دروازه‌بان. چیز قطعیه مگه؟ چاره نیست. ببین جوراب، چند قطره خون، این هم دروازه‌بان بالاقوزی. البته یادت نره تا قبل از غروب آفتاب باید اینو به من برسونی. اگر اینو نرسونی جادو باطل میشه. وگرنه جادو باطل میشه. فرخ جان از گیل. حشمت جون شرمنده، من کارم فرهنگی، اهل خون و خونریزی هم نیستم. حالا اون جورابه رو اگه خواستی کاری برات میکنم. اهل خون و خونریزی نیستی ها؟ پیام جان تو برو. آجون من که سرمربی تیمم نمیشه. راست میگه، اگر معلوم بشه آبروریزیه. درست شد، میدونم چیکار کنم. یاسر بیا اینجا ببینم. گوشو بیار اینجا ببینم. عیبی نداره. حال توپ جمع کنه حرفه‌ای تیم آذرخش چطوره ها؟ او حشمت خون دست شما درد نکنه. فقط این چیه؟ این بچه‌ها خوره دستم میندازن. غلط کردن میزنم تو سرشون. تو خودت میدونی من از کجا شروع کردم؟ از زمین خاکی امجدیه؟ زمین خاکی های امجدیه. مثل اینکه دلت واسه 2 کلوم حرف حساب و 1 کمربند تنگ شده ها. نه، از پادویی مغازه مشنصرت کله‌پز و اکبر مظفر میوه فروش شروع کردم که الان شدم یه مدیر فوتبالی. بعد حشمت خان این میوه و فوتبال چه دخلی به هم دارن؟ تو نمیدونی چه دخلی با هم دیگه دارن ها؟ هر 2 کیلویی هن دیگه. بله. حالا تو هم اگه میخوای به یه جایی برسی یه ذره دل به کار بدی ها، اون کارایی که من میگم انجام بدی، همین چند سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 30 سال دیگه یه مربی، یه سرمربی، یه مدیری چیزی میشی. نوکرتم حشمت خان. شما بگی من چیکار باید بکنم، من همون کارو انجام میدم. چیکار باید بکنی؟ ببین باید یه نمه خون بریزی. چیکار کنم؟ شنیدی چی گفتم؟ آها. بعد خون کیو؟ آقا طالب زاده شمایی؟ به به مخلصم آقا. چه سعادتی. بذار بود کنم.
به 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 چه بوی. آقا من عاشق بازی شمام، خیلی این شوتا رو باحال میگیری. خواهش میکنم، لطف داری. نه بابا لطف چیه، جدی میگم خیلی بازیت خوبه. به نظر من که اصلا حقت خوردن از تیم ملی خطت زدن. حتما اونی که انتخاب کردم بهتر از من بوده. شکست نفسی میکنی، کجا بهتر بوده؟ آقا طالب زاده میشه یه یادگاری بدی داشته باشین؟ تیشرت هم خوبه؟ نه تیشرت نه، میخوام یه چیزی باشه بوی خودتو داشته باشه. یه جورابتو میدی به؟ جورابم؟ آره نره. دستت در نکن. دستت در نکنه. چه بویی. سلام آقای طالب زاده. سلام. مخلصم. واسه من عاشق بازی شما هستم، خیلی قشنگ توپ میگیرین. خواهش میکنم، لطف داری. نه جدی میگم، واقعا بازی حرف نداره. حق تو خوردن که از تیم ملی خط خوردی. حتما اون که انتخاب شده بهتر از من بوده. برو بابا خالی بند. عجب نامردیه. ببینم چی شده. عجب فشار بده، فشار بده، میخوام فشارش بدم. عجب نامرد زد بچه مردمو ناکار کرد. یه ذره فینکا چیزی نکنه. نامرد. مجی توپی شوتی صوتی گل شد. تاکتیک و تیم ورک و تلاش گروهی دیگه همه کشکه دیگه. شما این جورابو با این خون قاطی میکنی، یه پیروزی از توش میباشی بیرون. سیغا شلوغ نکن، احتیاج به تمرکز دارن. تمرکز چی؟ اینا همه شو احداث فرخ جون. بابا این سیروس حق داری تو این جلسات شرکت نمیکنه. شما مدیری، شما بهتر میدونی. سلام میدونی. بله بفهم. توپی فول شد. چه فرقی با گل داره؟ مجی توپی شوتی صوتی گل دوباره گل. تمام شد. ببین آقا فرخ، تو باید بری اینو دقیقاً پشت دروازه تیم حریف 1 ساعت قبل از شروع بازی بکاری. یادت نره هیچ کس نباید تو رو ببینه. بیا. خیالت راحت، همچین میکارم هیچ کس بو نبره. جوراب کیه؟ بوش همه میبرن. من اگه میدونستم به این راحتی میبریم این همه پول نمیدادم بابت سرمربی و بازیگر و اینجور چیزا. من معذرت میخوام، یعنی من هر ارنجی فردا بچینم بردیم؟ تو از هر بازی کنی که دلت خواست میتونی استفاده کنی پیام جان. به غیر از این آقا چرا گیر میدی اینقدر به من؟ انرژیت منفیه. چرا نمیفهمی؟ بری تو زمین گل به خودی میزنی. گل به خودی میزنه؟ گل به خودی میزنه؟ چه روبرت داره هزیون میگه پدر جان، شما چرا باور میکنی؟ پیام جان. جونم آقا جون. سیاوش پسرم، تو فردا بازی نکن. نکن این کارو با من پدر جان. بابا طرفدارای من منتظرن، خیلی وقت من بازی نکردم، دل سرد میشن. که بابا شهرام حالا هیچ راهی نداره یه کاری کنی این دوماد ما فردا بازی کنه؟ بابا این کاپیتان تیمه، نباشه صورت خوشی نداره. خب فقط یه کار میتونم بکنم، بره پیش هواداران و تیمو تشویق کنه، شاید انرژیش مثبت شد. سیاوش جون حالا فردا رو بازی نکن دیگه بابا، مسئله نیستش که میگی مصدوم شده از هفته دیگه بیا. چرت و پرت میگی فرخ جون؟ مگه پیوند کلیه و قلب و کبدم زده بودم تا الان خوب شده بودم؟ این اگر پیوند کلیه و قلبم زده بود الان باز تو زمین بود. سیاوش جان فردا تو بازی نکن. رو نیمکت چی؟ نمیتونه بشینه؟ لااقل آخر بازی بیا تو. گناه داره قیافش نگاه کن. پیام جان من دست خودم نیست. دست خودش نیست. تالش نحسه. تالش نحسه. خیلی خوب، من فردا صبح اول وقت علیه شما یک مصاحبه درست درمون میکنم تا دیگه تعطیل کنین شون تیفون رو. عریباته برو کنار ببینم، برو کنار. صوتی شدی. داری اشتباه میکنی قربون شکلی. شما قرار شد اینقدر مسئله وارد دفتر باشگاه بکنی، 2 هفته بعدم خارج کنی. اینقدر مالیات نمیدی، اسکنت منم میشه اینقدر. داری زیاد میزنه دیگه سیروس جون. اینجا رو نگاه کن. سلام. سلام بابا.
دخترم شایسته دوست قدیمی پدر آقا کامبیز که تازه از دبی اومدن. قرار شده که اونجا 2 تا آپارتمان نقلی برای ما بخرن. خوشبختم. همچنین. بابا شما نمیریم باشگاه؟ امروز بازی داریم ما. من تا وقتی که این مرد که جادوگره تو اون باشگاهست پام اونجا نمیذارم. حشمت خان یا باید من انتخاب کنه یا اونو. اگه این بازیو ببریم تو لیگ میمونیم بابا. من که چشم آب نمیخوره. اون دفعه هم شانسی بردیم بابا. ببینم حشمت خان همین یارو مدیر اشکوله نیست که هیچ فوتبال سرش نمیشه؟ آقای سوری پدر شوهر من هستن آقا. البته ناگفته نماند که تعریف ایشون هم خیلی شنیدم. مرض پس چرا زودتر نگفتی به من؟ ببخشید حشمت خان، شما فکر می‌کنید تیمتون امروز چه نتیجه‌ای بگیره؟ ما امروز 3 تا گل میزنیم. 2 تا تو نیمه اول، 1 دونه هم تو نیمه دوم. 1 دونه شوت هم میخوره به تیر دروازه ما. یکی از بازیگرای تیم حریف، یعنی یکی از بازیکنای تیم حریف هم اخراج میشه. وقت میشه بگین این آمارا شما از کجا آوردین؟ خیلی دلت میخواد بدونی نه؟ بله 100%. نمیشه نمیگم. نمیشه یعنی نمیشه. ببخشید. مجی لادرجی توپی سوتی شوتی گل. این همه فوتبال بازی کردی، حالا 2 روز نرو تو زمین بازی نکن، اتفاقی میفته؟ نه اتفاقی که نمیفته، ولی من یه بازیکن حرفه‌ای ام. یه مدت که بازی نکنم بدنم من فرم خارج میشه. تمام این طرفدارامو از دست میدم. اخلاق بابا رو که میدونی چیکارش کنم، به حرف هیچ کی گوش نمیده. بله میدونم، شانس منه. گفتم دختر مدیر عامل رو میگیرم نونم تو روغن میشه، برعکس شد. چی گفتی؟ گل خوردیم. اینو گفتم. گل خوردیم؟ ما که قرار بود گل بزنیم، چطور خوردیم؟ حواستو جمع کن ببین خوردیم یا زدیم. نه بابا خودم دیدم یه شوت محکم زدن زیر تاق دروازه داشت کنده میشد. بفرمایید تحویل بگیرین. نگفتم این جادوگر قلابیه؟ نگفتم بهش پول ندین؟ بابا این واسه رد گم کنی ما الان خودمون گل میزنیم. ای وای یه گل دیگه هم خوردیم. خاک بر سرم مامان بابایی. ای وای بابا اینا چرا اینقدر دست با چلفتیان؟ چرا نمیتونن درست بازی کنن؟ حشمت جون گل خوردیم که خوردیم بابا، اینقدر هرس نخور، یه وقت قلبت میگیره پس میافتی ها. ببینم خائن چرا؟ نکنه تو رفتی اون بسته کوفتی رو پشت دروازه خودمون کاشتی ها؟ نه بابا من بچه‌م من حشمت جون، عقلم من کمه، ول کن بابا. رفتم پشت دروازه اونا کاشتم، تازه وردنم خوندم تو پی سوتی شوتی اینا. بچه پر رو ببین. حسن خور حشمت جون، عقلشون نمیرسه. جدیاً کار طرف نداره شهرام سیاه نه آقای جادوگر. خب کجا میخوای بریم؟ چه کنه کنیم دیگه؟ بزن بریم. یه رشوه عجب گاگولی بودا. خشی پلنگ، جادوگر جام اصفی. منوچهر دو چهره، جادوگر جام باشگاه آسیا. اینم از خرزبله، جادوگر جام جهانی. البته غیر از اینا 30-40 نفر دیگه هم هستن که یا دارن دوران حبسشون رو میگذرونن یا دوران دادرسی. بفرما حشمت خان. هرچی گفتم اینا کلاهبردارن، میخوان سرت کلاه بذارن، ولی گوش شنوا جناب سروان. جناب سروان طرف واقعا جادوگر بود، کاری کرد یه بار تیم من ببر. جناب سروان کلیوم من تو بد غلطی پا گذاشتم. پرونده شهرام سیاه. بله شهرام سیاه، ملقب به جادوگر صدر جدول. این آقا تا حالا 3 بار به خاطر اخاذی و کلاهبرداری زندان افتاده. الانم به جرم سرقت تحت پیگرد قانونیه. سرقت جناب سروان؟ بله سرقت. به بهونه دفع شر و شکستن طلسم وارد خونه مردم میشن، بعد توی موقعیت مناسب اشیاء گران قیمت اون خونه رو میدوزن. بفرما حشمت خان. حالا دیگه چی میگی؟
دیگه چی بگم جز همون چیزی که به جناب سروان گفتم. کل یوم تو بد غلطی پا گذاشتم جناب سروان. ولی یه چیز دیگه هست که باید بدونید. دیگه چی شده؟ این یارو پسر مربی بدنسازی بعد بازی قیبش زد. این پسره مربی بدنسازی بعد از بازی قیبش زد. بله. جناب سروان. پیام پسرم بریم خونه. آقا جون من اینجا میمونم که اگه خبرشو به شما گزارش بدم که زود در جریان. نه پسرم پیام بریم خونه با اجازه جناب سروان. بریم خونه. آره پیام جان همه بریم خونه با اجازه جناب سروان. پسرم زردک وایسا کارت دارم. ده بهت میگم وایسا کارت دارم. آخه آقا جون مگه من میدونستم اونا کلا بردارن واسه پولای شما نقشه کشیدن که دنبال من کردین؟ آی تو چه غلطی من پا گذاشتم. تو میدونی به خاطر این فکر احمقانه تو من چقدر ضرر کردم ها؟ بابا حشمت جان فدای سرت، فکر کن صدقه سر بچه‌هات دادی. شاله خانم شما هم یه باره کیش کردین ها. صدقه سر 1000 تومن، 10,000 تومن، 100,000 تومن، 500 میلیون تومن. 500 میلیون تومن؟ با 500 میلیون تومن من راه مادی رو براتون جمع می‌کردم ببندین تو این حیاط خلوت. مدیریت بیمار همینه دیگه، مدیریت بی ثبات. شما چیزی گفتی؟ میگم که حالا پدر جون چه کاریه، فوتبال ما که این ریختیه دیگه. حالا 500 میلیون یه جایی میاد یه جایی میره، بعضی موقع اصلا نمیاد که بره. فدا سرتون. پسرم خرمالو خرک داماد گلم، من حالم خوبه، اعصابم هم آرومه، کمربندم فقط واسه بستن تنبونه. ولی شما نمیخوای یه سر بزنی به پدر مادرت؟ زشته ها. درست دیگه الان که آخه دیر وقته دیگه. ببین پسرم میخوای اینجا بمونی نه؟ میگم چه کاری، الان چند وقت من اینجا مزاحم شما مونم، بیچاره نگرانن دلواپسن، بالاخره چشم به راهن دیگه، برم اونا رو هم ببینم. دست شما درد نکنه. این گفتی برو خونه رو پس بده که اینطوری من سرکوف بخورم. باز رفت. پونه خانم دست شما درد نکنه. 10 روز که وایسادی برو دیگه، زشته، منتظرتن. برای کارتون اصلا درست نبودا بابایی. آخه شما نباید. من نباید چی؟ این درست شد. ای با این بچه چرا اینجا خوابیده؟ بیدارش کنم بره بالا سر جاش بخوابه؟ نه بذار باشه. خیلی وقت من از این بچه غافل بودم. یادم رفته که پدرم. یادم. چی شده حشمت؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ آی 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 آی. تو چه غلطی پا گذاشتیم شعله خانم. تو چه غلطی پا گذاشتیم. من الان تو این فکرم که چجوری ما از این وضعیت خلاص شیم. آقا جون من میگم میخواید وصلشیم به رحمانی، آدم خوبی ها، رومونو زمین نمیندازه. تو میدونی من چرا رحمانی رو از باشگاه اخراج کردم؟ نه دقیقا برای خودم سواله. چرا؟ برای اینکه ازش خجالت میکشیدم، نمیتونستم چش تو چشش بذارم. از بس این آدم بامرام و آقاست. اون وقت میخوای من 2 مرتبه استخدامش بکنم چش تو چشش باشم؟ حالا قصه نخور حشمت جون، من مطمئنم به زودی همه چی درست میشه. یه پول قلمه و درست حسابی دوباره میاد دستت. تو مطمئنی که همه مشکلات من حل میشه و یه پول قلمبه و حسابی میاد دستم؟ چجوری مطمئنی؟ گفتم مطمئنم. نه منظورم این بودش که امیدوارم ایشالله. ای بابا شما چقدر سخت میگیرید. مردم 30 متر جا دارن، کلی ازش پول در میارن. اون وقت ما زمین به این بزرگی داریم انگار که نداریم. پدر سوخت خواب نبود فالگوش بس. بچم بدم نمیگه ها. 1 هکتار زمین اونجا عاطل و باطل افتاده. شما که بلدی آقا حشمت، بیا کسب و کاری چیزی توش را بنداز کمک خرجمون بشه. این حرفا چیه مادر من؟ باشگاه فرهنگی ورزشیه. اونجا که بازار میوه و تربار نیست، همین مونده اونجا رو تبدیل کنیم به نمایشگاه مرغ و ماهی و چه میدونم تالار عروسی. نکنین این کارا رو. راست میگه. ایده خوبیه. باشگاه رو تبدیل بکنیم به نمایشگاه مرغ و ماهی و میوه و تربار، تالار عروسی. خیلی ایده خوبیه. آقا فرخی اینجا چه خبره؟
امروز این زمین تعطیله، بریم زمین شماره 2 تمرین. سر تمرینم زود هم بیاریم بیا اینجا، من کارتون دارم. خب واسه چی آقا؟ چراشو کاری نداشته باشین، بریم بعدا بهتون میگم. برو آقا. بریم بچا بریم. بابا آبجی خسته نباشی. این گلا رو کجا بذارم؟ خب معلومه جای گل تو دروازه است دیگه، برو بکار تو دروازه. دروازه. شما دوتا چرا اینجوری میکنی؟ چه خبره؟ از آقای مدیریت. بله همونطور که دیدیم باشگاه ما به خاطر وسعت زیادی که داره همه امکانات لازم برای برگزاری مراسم خوب و مجلل رو در خودش جای داده. همینطور زمین چمن بزرگی که داره میتونه شب خوبی برای شما رقم بزنه. ببخشید ما چند تا مهمون میتونیم دعوت کنیم؟ گنجایش ورزشگاه ما 15000 نفره. البته اگه قسمت VIP رو هم بخواین یه هزینه جداگانه داره که باید پرداخت کنید. VIP دیگه چیه؟ جایگاه ویژه مخصوص خانواده درجه یک عروس داماد، پدر مادر، خواهر برادر. وضعیت نور چطوره؟ شب خیلی تاریک نمیشه؟ شما خیالتون راحت باشه، نور ما کاملا منطبق با استانداردهای جهانیه. در ضمن شما میتونید وقتی که مراسمتون تموم شد با ماشین دور زمین دور افتخار بزنید. وای چه بامزه. کوروش همینجا رو بگیریم دیگه. البته اگه برای سفره اقدام سوالی داشتید خانمم در خدمتتون هستن. اینجا چه خبره پیام؟ سلام آقا دروندی. سلام بابا. میگه این مسخره بازی‌ها چیه؟ راستش مدیریت باشگاه تصمیم گرفته که در راستای شکوفاتر کردن اقتصاد بیمار و فلج باشگاه تمهیداتی برای کسب درآمد بچینه. گن زدین به باشگاه اسمش گذاشتین تمهیدات اقتصادی؟ بابا حق با شماست ولی اجازه بدین من براتون توضیح بدم. این تفلک‌ها مجبور شدن دیگه. نمیخواد توضیح بدی. حشمت خان کجاست؟ رفتم بازارچه برای سرکشی. بازارچه؟ ببخشید من در خدمتتون هستم. کدوم پکیج مد نظرتونه؟ داش همین رنگش قشنگه. نه آقا من بنفشش میخوام. زلاتون بنفشش من فقط آقا اگه بنفش نداری نمیخوام آقا ولش کن. خریدار نیستی دیگه وقت ما رو میگیری. آقا تیشرت های استفنزو در رنگ‌های مختلف، جنس‌های نخی. آقا دروانی سلام علیکم. آقا یه دونه این تیشرت ها چه خبره؟ آقا کاسبیه دیگه یه دونه این تیشرت ها. ولم کن ببینم. آقا رنگ‌های دیگه میگم ولم کن ببینم چه خبره اینجا. خودتو بردار بیار. عکس با سیاوش رستمی لژیونر فوتبال بازیکن تیم ملی. آقا 9 تومن فقط 9 تومن. آقای دربندی چطورید؟ بیا یه عکس نمونه من باشه. آقای دربندی حساب شد. آقای دربندی حساب شد. چه خبره حشمت اینجا؟ اینو بگی سری بگی. به سیروس عزیز، سیروس حال میکنی از این ترفند اقتصادی؟ این تره‌بار خیلی حال داره نه؟ حشمت جون آخه میخوای بهم بگی این کارا چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ دارم از صنعت فوتبال پول در میارم. نکنه میخوای من تا قرون آخر پولمو بدم و بره؟ ها پول در آوردن اشکالی داره؟ بله که اشکالی داره. اینجا یه باشگاه فرهنگی ورزشیه. اگه فدراسیون بفهمه تو اینجا بازار تره‌بار راه انداختی میدونی چه دردسری برامون درست میشه؟ فدراسیون خودش انقدر مشکل داره که به مشکلات دیگران نمیرسه. خیلی خوب حالا بگو اینا رو جمع کنن. من خودم یه راه حل مطمئن فوتبالی براش پیدا یه راه حل مطمئن فوتبالی براش پیدا میکنی. همون اندازه که راه حل مطمئن فوتبالی به من پیشنهاد کردی واسه 7 پشت من بسته. بابا جان من شدم آبربانک، هر روز یکی میاد یه پولی از ما میکشه میره و هیچی به هیچی. آخه حشمت جان مخارج سنگین باشگاه رو که نمیشه با پول نمیدونم خربزه و هندونه و مرغ و ماهی و سبزیجات و سیفیجات و آلبالو و گیلاس تامین کرد. هر چیزی یه رسمی داره یه قاعده‌ای داره. نه هر چیزی یه رسمی داره یه قاعده‌ای داره. یعنی منظورم اینه که من هیچ رسم و هیچ قاعده‌ای حالیم نیست. من زدم به سیم آخر میخوام پول در بیارم. پرسم فهمیدی؟ دارم به خاک سیاه میشینم. حشمت خان نماینده اف سی اومدن برای بازدید باشگاه. بفرما همین یکی رو کم داشتی. آی تو چه غلطی با پا گذاشتیم ما. این اف پی سی ها ما رو جریمه میکنه. این اف پی سی ما رو به پی سی میرسونه. من میدونم. برو کنار ببینم. سلام گل. حالشه. بله.
داداش ما خیر مقدم این جشن رو برای شما برپا کردیم. نه بعد حشمت تو اینا زبون ما رو نمیفهم. خب زبون نفهمن دیگه. حشمت خان آقایون نماینده اف سی هستن، اومدن از باشگاه آذرخش بازدید کنن. اومدن. بهشون بگو این جشن به خاطر ورود اینا برپا شده. حالا بیان بهشون نشون. بیا بهت نشون میدم. پیز گو بده. I told you. بیا دیگه. منو سر لشک ننداز، میرم زن میگیرم. این ور اون ورم ننداز، میرم زن میگیرم. خنده رو لبم ننداز، میرم زن میگیرم. گریه تو چشم ننداز، میرم زن میگیرم. هر تو گوشم ننداز، میرم زن میگیرم. غم تو دلم ننداز، میرم زن میگیرم. درد تو پاهام ننداز، میرم زن میگیرم. من اگه برم زن بگیرم شرط و شروطی داره. من اگه برم زن بگیرم قول و قرار جان از شما چه پنون نقشم گرفت و باور کردم. آقا ببین ما این تیم آذرخش هر مهمونی بازرسی بازدید کننده میاد براش یه همچین جشنی میگیریم. شنا یانا یاما میگه 3-5 هم حال میکنه. میگه 3-5 کدوم قربونت برم. نخیر آقای سوری دوستامون میگن که تا 35 روز دیگه فرصت دارید که به اوضاع اینجا یه سر و سامونی بدید. درست جان آقایون میگن 35 روز وقت داریم تا یه سر و سامونی به این اوضاع بدیم. والا من دیگه گیج و گوج شدم. خودت یه کاری بکن. شما بفرمایید که استراحت کن، من به سر سامونی بفرمایید. بله شما حال منو واسه چی میخوای بدونی ها؟ ببین داداش حالم خوب نیست، اعصابم هم خورده، آمادم دست به کمر ببرم یه نفر رو نفله کنم. حالا بفرما میخوای با من حرف بزنی؟ شما کی هستی که میخوای با من حرف بزنی؟ خب چرا؟ کجا؟ خب نظرت چیه حشمت خان؟ که شما میخوای یه کاری بکنی که تیمتون به تیم ما ببازه. آره چون با وضعیتی که تیم شما داره خیلی بعید به نظر میرسه که بتونه توی لیگ بمونه. پس شما میخواین به ما ببازین که تیم ما سقوط نکنه. دقیقاً. بابا شما عجب آدم نازنینی هستی. چه آدمای نازنینی توی این فوتبال پیدا میشن و من نمیدونستم. بابا شما فرشته ای. بیا جلو بذار ماچت بکنم. فقط یه شرط داره. پس شرط داره. چه شرطی؟ ببین حشمت خان تیم ما الان نهم جدوله، یعنی جاش امنه، برامون هم فرقی نمیکنه بازی بعدی ببازیم یا ببریم، ولی شما لب مرزین، کافیه این 3 امتیازو بگیرین و از خطر سقوط نجات پیدا کنی. لپ مطلبو بگو. لپ مطلب اینه که باشگاه ما دچار مشکل مالیه، به همین خاطر ما حاضریم با دریافت یه مبلغ منصفانه از طرف شما بازی بعدی رو به شما واگذار کنیم. یعنی من پول بدم که تیمم ببره؟ آره دیگه، اینجوری هم مشکل مالی باشگاه ما حل میشه، هم شما توی لیگ باقی میمونی. هم مشکل مالی شما حل میشه، هم تیم ما تو لیگ باقی میمونه. مرد اسلامی من اگه میخواستم پول بدم ببرم که خب یه پول قلمبه همون اول میدادم قهرمان میشدم دیگه. آرومتر حشمت خان، نباید از این موضوع کسی بویی ببره. چرا؟ چون خلافه، غیر قانونیه، باید پشت پرده این کار انجام بشه. پس دستای پشت پرده که میگن همینه ها؟ آره خودشه. مرد حسابی تو میدونی من چقدر خالی بندی دیدم، خالی بستم، دروغ شنیدم، دروغ گفتم، لاف زدم، لاف شنیدم، تا به این رسیدم که مرد و مردونه باید رفت جلو. وقت تو حالا میگی من بیام با دستای پشت پرده دست بدم؟ بله؟ بله و بلا. منطقی باشه حشمت خان. سقوط آذرخش به لیگ پایین‌تر یعنی چند میلیارد ضرر. شما میدونی من چند میلیارد تا حالا ضرر کردم تا تازه فهمیدم باید مرد و مردونه رفت جلو. بذار من مربی خارجیمو بیارم، اون وقت شما زورتونه بزنین ببینین میتونین ما رو سقوط بدین یا نه. چاکرین. من والا میشیدم برزیل وقتی که کرواتیا میان با 3-5 اونا رو برنده. آقا جون اومدن. بچه ها
به قول خارجی ها هلو چاکریم نوکریم. My name is Cyrus Darwandi. Welcome to my country and Azarash complete. I wish a good for you. Wish. Lichensky. Ty brojiš nikovi mi aje vrevete. Da, jasný jader nikamra. خرمالو خرکتود کرواتی بلدی ها. نشمت من 2 سال تو کرواسی بازی میکردم لژیونر بودم اونجا دیگه. لژیونر. ادبیرنی تو با فساد نداری کو تو چی تصور نمی‌کنی تو پیتش لژیونر تو سه بابا. نیاکو اموران او هتل ایدن نست نیاکارا لیچنسکی. آقای لیوانکوویچ میگن که به علت مسافرت خسته هستن و میخوان برن هتل استراحت کنن. اگر میشه بریم برای عقد قرارداد و مذاکره. بهش بگو چاکرش هم هستم نوکرش هم هستم یه قرارداد باش میبندم عین انبه بوداده بدرینی تو فرصتشان را تا دیگر دو بسیدی دو با فامات نیدو تو بیت ببخشید انبه بوداده رو من نمیدونم با چی بگو آلو کرمو شفتالو یه چیزی بگو الکی یه چیزی بگو ده فرند دو فامات اشتدار رو فی بیدی چاکری دوفوفسکی یانوفسکی مخلصی شما بریزنیا با گاویویچ Good job man جناب ترجمه کن از آقا بپرس اگر این آقا کرواتیه چرا کروات نداره شوخی کردم ازش بپرس بگو سابقش چیه ده برونیستی دیگو واشنگتن نیده با پسانی زافتریز کازابلانکا ایشون میگن که یک سالی مربی تیم کازابلانکا بودن بعد از یه مدت 2 سال هم مربی تیم واترپام یونایتد رو بر عهده داشتن یه چند سالی هم مربی آنالیزور تیم ملی سان مارینو بودن سان مارینو حالا به ازش بپرس چرا انقدر تون حرف می‌زنه آدم دنبالش بکنه بهش نمیرسه آقای کموگر بپرسین شرایطشون برای همکاری با ما چیه دیگو باشد لیگا زیبران نزدیک هومدکا ببخشید میتونم در گوشتون بگم جدی میگی؟ چی میگه؟ میگه جلوش مچون غلط میکنه ما از این کثافتکاری ها اینجا نداریم بهش بگو میتونه حتی اکثر ما و شعیر بخوره اونم بدون الکل بعدم یه سویت براش میگیریم دست زن و بچهش رو میگیره با زن و بچهش میاد اینجا ده بسنی دیگو بسنی دیگه میشه بپرسم مبلغ پیشنهادیشونو بپرسین چقدره که ما بدونیم چیکار کنیم ده مرد ده بسی و با ماتمانی ده بسنی $2 میگن که $2 میلیون اون وقت $2 میلیون یعنی چقدر؟ $2 میلیون یعنی 2 میلیارد خورده ای تومن 2 میلیارد برو همون کرواتی من از این پولا به کسی نمیدم من میرم یه دونه سرمربی ایرونی میارم فوقش 200 یا 300 تومن بهش میدم تازه هر وقتم که دلم بخواد میتونم بهش زور بگم نه ده برسه نو گورسن میلیون درصد نو برس درسته ایرانی ده بسیار درسته ولی ایشون یه مربی بین المللی هستن و کلی هم اسم و رسم دارن قربان منم کلی اسم و رسم دارم خان دارم آخر اسمم یه دونه خانه حشمت خان اون وقت باید بیام یه قیمت پرت و بلا بگم اجازه بده من درست میکنم میشه شما به ایشون بفرمایید که ما تو ایران سقف قرارداد داریم و طبق اون عمل میکنیم ده بترنی با فرمات بده ایرانی دسته چه بود ایشون میگن که با سقف قرارداد اصلا کار نمیکنه خب نکنه به جهنم بر درسته ولی گوده یعنی چشمت جون ما اگه این مربی رو از دست بدیم کارمون میخوره به خنسی ببین این سقف قرارداد رفته تو سقف مغز من بیرون نمیاد سقف قرارداد اون با من حشمت جون
ما با این آقا میتونیم طبق سقف قرارداد ببندیم، بقیه پولش هم به عنوان عیدی و پاداش این چیزا میدیم، هم از شر مالیات خلاص میشیم، هم یه مربی خوب خارجی داریم. نه، من از این پولا به کسی نمیدم. براش ترجمه کن، بگو حشمت خان میگه من نظرم عوض نمیشه. سیروس جان این دفعه واقعا نظرم عوض نمیشه. بازم داره نظرم عوض میشه. شعلا خانم آی تو چه غلطی پا گذاشتیم، تو چه غلطی پا گذاشتیم. اونجایی که بعد نظرم عوض نشه شد، اونجایی که بعد نظرم عوض بشه نشد. 2 میلیارد تومن شعلا خانوم، 2 میلیارد تومن. اگر این یارو هم جواب نده ها دیگه من بدبخت میشم. بابا نفوس بد نزن، انشالله میبری. ببخشید امروز جمعه است و شما من نبردین شهر بازی. بیا اینم یک خبط دیگه که من تو زندگی کردم. بیا. آقا جون ببخشید معذرت شدم. میخواستم بگم که اگه اعصابتون آرومه یه چیزی بگم، اگه راضی باشید انجام بدیم. شایسته تو خونه حوصله‌اش سر میره. گفتم اگه شما راضی باشید بیاد تو باشگاه تیم آنالیز کنه. نظرتون چیه؟ بیا اونم بیاد تو تیم آنالیز بکنه، دیالیز بکنه، هر غلطی که دلش میخواد. کیه دیالیز که نه، آنالیز، تجزیه تحلیل بازی‌ها. تجزیه تحلیل کنه، بیاد تو تیم تجزیه تحلیل بکنه. ای بابا چرا شلوغش میکنی؟ یه لحظه صبر کن، من همه چی رو برات توضیح میدم. دیگه هیچی نمیخوام بشنوم. تو از اولش با نقشه اومدی جلو. ازدواج با من یه بهانه بود که به آرزوهای فوتبالیت برسی. میگم باور کن سوء تفاهم شده. شاید اولش اینطوری بود ولی الان فرق کرده. حرف نزن، هیچی نگو، برو بیرون. پسرم، خرمالو، دخترم، فلفل، چرا دعوا میکنی؟ بابای دامادتون یه دروغگو حرفه‌ایه، کلاهبرداره. نگو دیگه کلاهبردار بابا، برای خودمون یه فوتبالیست معروفیم. شما یه چیزی گفتی منم یه جوابی دادم، عصبانی شدم دیگه، ببخشید. تمومش کن. ببین سفید برفی، اومدی خونه ما مفت میخوری مفت میخوابی، اشک خواهرام هم در میاری؟ نه اونطور که شما فکر میکنی نیست. ایشون هم من پرسید انگیزه تو از ازدواج با من چی بود، گفتم فوتبال. مگه حرف بدی میزنه؟ حرف بدی نمیزنه پیام. خب راست میگه دیگه. این چه طرز اصلا تو به خاطر فوتبال با آبجی من ازدواج کردی؟ بزنم دک و دهنتو بیارم پایین. زردک جون آروم باش پسرم، آروم باش. یه سوال دیگه من دارم، تو چرا با دختر من ازدواج کردی؟ نه بس من یه سوالی بکنم، تو به خاطر فوتبال اومدی دختر منو گرفتی؟ نه من در واقع اولش با دختر شما ازدواج کردم برای اینکه فکر می‌کردم که موقعیت بهتری تو فوتبال پیدا می‌کنم. اون وقت پیدا کردی عزیزم؟ پدر جون چهره من نشون میده که پیدا کردم. نکردم دیگه. هر مربی که شما میارید من خط میزنه، ولی در عوضش من چیز بهتری پیدا کردم. من به این نتیجه رسیدم که زندگی مشترک چقدر خوبه. یه زندگی که 2 نفر با هم بسازن، عشق توش باشه، خیلی بهتره. من به این رسیدم الان. نه در عوضش تو به یه چیز بهتری رسیدی، اونی که 2 نفر با عشق با هم زندگی کنن چقدر قشنگ‌تره. حالا تو یه دقیقه بیا پایین، من کارت دارم پسرم. نه همینجا بهتره. خواهش می‌کنم. نه یه دقیقه بیا پایین، کارت دارم. پرسیدم خیلی ممنونم. بهت میگم بیا پایین ببینم. بابا خیلی منطقی شما، یه منطق نداری شما. بگیر. چرا؟ 16. بیا بریم تو. بیا بریم تو. زردک خالی بند، من عین عنکبوت دنبال این پسره میدوام. اون وقت تو اینجا گرفتی نشستی. خب آقا جون برای اون عادی شده دیگه. مثل اینکه حشمت دیدی چه بدبخت شدیم، دامادمون تو زرد از آب در اومد. شلا خانوم میدونی همه این چیزا تقصیر کیه؟ نه به خدا. تقصیر منه که به این خونه و این لباس و این پول و این دوز و دغل تن دادم که این دختر من اینجوری جلو چشم من تحقیر بشه. کاش لاغل داده بودیمش به همون سبیل قیتونیه. بابا یکی به ما هم بگه چی شد آخه این سیاوش برشی داشت در میرفت ها؟ ای تو چه غلطی من پا گذاشتم. دیگه بیا پایین. یه بابا جون یکم از این مخالط بهتر شد. ای بابا یه قلوب. بیا بابا. بذار اینجا رو میز. به حشمت خان خبر دادی؟ بله فکر کنم تو راهن. آخه نفهمیدی اینا کی بودن؟ چه ریختی بودن؟ اسمی رسمی چی بود آخه؟ آخه اصلا فرصت ندادم، به محض اینکه پیام پیاده شد ریختن سرش. میداد
قرآن کیه؟ این یکم میسوزونه ها، جیغ ویغ نزنی ها. ای داده بیداد زخم شمشیری که نخوری. بله بفرمایید. مشت و لغت. ای داده بیداد عزیز من بذار یه خود رویم بزن بهتر. سلام بفرمایید. چی شد؟ بچم کو؟ ای وای مادر چی به سرت اومده؟ ای بابا الهی بمیرم به سر بچم چی آوردن؟ دستشون بشکنه. 5-6 نفری با چوب و چماق ریختن سرم تا میخوردم زدم. واسه چی دروغ میگی پیامونه که چیزی دستشون نبود؟ نه منظورم اینه که دستشون نه چوب و چماق سنگین بود. الهی بشکنه اون دستشون. پسرم جوجه میخوای ببرمت بیمارستان؟ آقا جونم منو ببخش. من پسر بدی بودم برات حلالم کن. خیلی خب حالا میخوای وصیت‌نامه‌ت هم بنویس. با چه جوگیر میشه چیزی نشده که نه حشمت جون؟ پسرم کتک خوردی دندت نرم شده یه چند روز استراحت کنی خوب میشی. ولی حشمت جون به نظر من قضیه بدجوری مشکوک میزنه. غلط نکنم یکی خواسته ازمون زهر چشم بگیره. کی؟ من میگم تا دیر نشده بریم پیش پلیس ها. پلیس؟ نه با پلیس نمیخواد که یه خورده فکر کنیم معلومه کار کیه دیگه نه؟ میگم کی؟ البته این سیاوش بچه خوبیه ولی نیست که شما از خونه انداختیش بیرون. میگم نکنه به دل گرفته باشه خواسته جبران کنه تلافی کنه ها. ای کار سیاوش باشه که خودم چشاشو در میارم. نه سیاوش بچه خوبیه کارمون نیست. الو حال پسرت چطوره حشمت خان؟ بهتره؟ پس این کار توه مردی که یه بی فرهنگ. بذار دستم بهت برسه سر کارت با کمربند منه. حالا کارت به جایی رسیده که آدم اجیر میکنی بچه منو میزنی ها. آروم باش حشمت خان هنوز که اتفاقی نیفتاده. اتفاقی نیفتاده ولی میفته. نمیذارم قصر در بری. هر جا بری گیرت میندازم. اول 2 کلوم حرف حساب بعدم میدم دست پلیس. تو این کارو نمی‌کنی. چون اگه پات برسه اداره پلیس خودت و خانواده‌ات بدجور میافتین تو دردسر. خودم و خانواده‌ام بدجوری میافتیم تو دردسر. بابا جان تو چرا 2 کلوم حرف حساب سرت نمیشه؟ من نمیخوام تیمم ببره. میخوام هتریک بشه سقوط بکنیم بابام در بیاد. به تو چه ربطی داره ها؟ تو مثل اینکه حالیت نیست مرد حسابی. باشگاه ما مشکل مالی داره. توی تیم‌های ته جدولم تو تنها مدیری هستی که دستش به دهنش میرسه. من چه گناهی کردم میلیاردر به دنیا آمدم میخوام فوتبالو نجات بدم. ما هم جزء فوتبالیم. اگه پیشنهاد ما رو قبول کنی انگار که فوتبالو نجات دادی. ببین اسم من حشمت سوریه. درسته که قاط و قوط زدم گیج و گوت شدم بپرس اما حشمت سوریم. آدمی که نظرش گاهی اوقات عوض میشه اما زیر بار زور نمیره. فهمیدی؟ باشه پس منتظر عواقب کارت هم باش. الو مردی که ضد فوتبال. چه؟ چرا زل زدیم به من؟ تو داشتی اونجا با کی حرف میزدی؟ با هیچ کس. حشمت جون اگه مشکلی هست بگو من کمکت میکنم. لازم نکرده کمک بکنی. پسرم جوجه پشو با هم بریم خونه. خونه واسه چی؟ باید بریم کلانتری. نه نمیشه. ما همه تو چشمیم. پامون به کلانتری برسه پای خبرنگارا و روزنامه نگارا اونجا باز میشه دیگه. بیا و درستش کن. از گیل این جوجه رو بلندش کن ببریمش خونه. باشه جوجه پاشو سرت که گیج نمیره ها. حشمت خان شام تشریف داشته باشی. انشالله یه روز دیگه. خداحافظ. یه لقمه نون پنیر است دوره هم میخوریم دیگه. شما خیلی ممنون. بابا منم باشون میرم ها. تو هم بیا. بریم دیگه. شمشیر که نخوردی بیا. کامبیز جون سلام. چطوری خوبی؟ همین الان پا میشی میای خونه من. بهترین موقعیتی که بشینیم با هم صحبت کنیم. هیچکی هم نیست منم تک تنها. سر را میای فقط یه 2 تا پیتزا بگی بیار. من حوصله شام پختن ندارم. اومدی یا قربون تو. آی تو چه غلطی پا گذاشتی. حشمت چرا نمیری بخوابی؟ فردا 1000 کار داری خواب میمونی یا؟ خوابم نمیاد شهلا خانم. خوابم نمیاد. شما باشه شب بخیر. شهلا خانم ها پیام حالش چطوره؟ آخه بچم تمام تنش خورده خاک شیر شده.
به زور آرام بخش خوابوندمش. اون جوجه چی؟ پونه؟ اونم قبرک زده رو تختش داره زار زار گریه میکنه. یه وقت بلایی سر خودش نیاد. نه نگران نباش حشمت. شایسته رو اجیر کردم چارچشمی مواظب بشه. اون پدرام تفلک فلفل بهش قول داده بودم ببرم شهر بازی، نشد. اب نداره، قصه نخور، هفته دیگه میبریش. میدونی چیه شهلا خانم؟ بدجوری دلم گرفته، دپرس شدم، عین وصله‌ای که کوکم زدن به فوتبال، نچسبم، ناجورم. اونجایی که باید نظرم عوض بشه نمیشه، اونجایی که نباید بشه میشه. حشمت تو معمولا اینجوری حرف نمیزنی، نگران شدم. چیزی شده؟ نه، تازه فهمیدم که فوتبال چه ورزش باحالیه. درست موقعی که فهمیدم من به دردش نمیخورم. اون وقت یه سری آدم تو این فوتبال هستن بدتر از من که حال آدمو میگیرن. مثلا کیا؟ ولش کن شهلا خانم، یه کارش میکنم. ای خدا جون، راست میگه حشمت. تو چه غلطی پا گذاشتیم. تو قبلا با این شرکت کار کردی؟ آره بابا، خیلی معتبره. سرمایه خارجی جذب میکنه. عینه‌هو چنار برج میسازه. همین هتل بزرگی هست تو دبی. کار همین شرکته. کارشون خیلی درسته. آره بابا. بهشون گفتی چقدر میتونم پیش پرداخت بدم؟ خیالت راحت باشه سیروس جون. قرار شده همچین که اون 7 میلیارد رو ریختی به حسابشون، سند برجا رو بزنن به نامت. فقط میمونه یه سری کاغذبازی و امضا که خودت میای اونجا و انجامش میدی. اون 5-6 میلیارد بقیه که دستم میرسه؟ اونم زیاد طول نمیکشه. همچین که اجناس تو باشگاه ثبت بشن، مالیات بهشون تعلق نگیره، از سیستم میاریمشون بیرون و تو هم به پولت میرسی. دمت گرم. فقط کامبیز جون، من نصفشو اول میخوام، اینجوری خیالم راحت تره. اونم بری به چشم. امر دیگه ای نیست. بخواد دهن افتاد. این صدا چیه؟ از تو کوچه میاد. از شما چه پنهون دارن به من دریوری میگن؟ نه غلط نکنم هوادار تیمن حشمت جون، مثل خیلی هم عصبانی هست. مثل اینکه تو هم خیلی خوشحالی. حالا فقط نگاه کن، من حالیشون میکنم. نکن حشمت، خطرناکه. شهلا، حشمت و خطر دو تا روی یه سکن. هی من میخوام دست به این کمر نشم، نمیذارم. حشمت آخرش سرشو به باد میده. فرخ برو کمکش کنی وقت بلای سرش نیاد. به من چه آبجیه؟ پیام برو کمکش کنی وقت بلای سرش نیاد. مادر من تازه زنگ گرفتم. مامان میخوای من برم؟ نه تو کوچیکی. خدایا یعنی توی خونه یه مرد نیست؟ بچه‌رم خودم برم. آبجی بابا آخرش اینا ما رو به کشتن میدن. حشمت خان حیا کن، تیم ما رو رها کن. حشمت خان حیا کن، تیم ما رو رها کن. حشمت خان حیا کن. اوه حشمت جون ببین چه خبره. برید به کارتون، وگرنه با دو کلوم حرف حساب طرفینا گفته باشم. برو کنار ببینم، برو کنار. بازم تویی؟ چی کار میکنی حشمت خان؟ پیشنهاد منو قبول میکنی یا بگم بچه‌ها از در دیوار خونت بریزن تو؟ من هرچند نظرم عوض نمیشه ولی قبول میکنم. خیلی خوب، پس خوب گوش کن ببین چی میگه. قبول میکنم.